ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби 4 гуфтори 95. از جانب دیگر با تأثیر مستقیم جهانی شوی تفاوتی بین کشورهای پیشرفته و رشد یابنده و عقب مانده تا رفت عمیق‌تر گردیده، فشار به ساختارها و نهادهای ملی و فرهنگی شدت می‌گیرد. با هدایت بعضی کشورهای پیشروی این روند روحیه برخورد تمدن‌ها تقویت می‌یابد و گذشته از این فعالیت شبکه‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل خصلتی تقریباً گلوبالی کسب می نماید. با پنداری این جانب نتیجه نسبتاً خطرناکی روند جهانی شوی این کاهش آداب و اخلاق، سنت و رسم و آیین، فرهنگ و معنویت، زبان و هویت ملی و عنصرهای دیگری اجتماعی است که بدون آنها هستی انسان، خودشناسی ملی و آزادی شخصیت متمدن غیر امکان است. بنابراین ما نه تنها جانبداری تمدن‌ها هستیم، بلکه حفظ اصالت و هویت این فرهنگ و تمدن‌ها را نیز امری ضروری می شماریم. این همه منطقاً تقاضا می نماید که سازمان کنفرانس اسلامی همچون سازمان مرکزی با نفوذترین جهانی جوابگوی طلبات روزافزون مسلمانان و روند جهانگرایی تغییر پذیر و با سرعت باشد. تحکیم و تکمیل ساختار سازمان، تقویت نهادهای مهمترین آن، ایجاد نهادهای نو و مؤثر فعالیت، بخصوص هماهنگی برای دستیابی به هدفهای استراتژی دراز مدت اسلامی تقاضای زمان معاصر است. اگر دقیق تر گوییم، سازمان کنفرانس اسلامی و ساختارهای اجراییه آن باید دینامیکی، فعال، زود حرکت و سازگار به دیگرگونی‌های عرصه بین المللی باشند. امروز ما رسالت و مسئولیت بزرگ تاریخی را بر دوش داریم، زیرا سرنوشت آینده خلقهای خود و جهان اسلام را معین می نماییم. تمدن اسلام در رشد تمدن عمومی بشری با فرهنگ، علم و معرفت و فلسفه عالی خود نقش درخشان گذاشته است. ولی امروز نظام جهان دگرگون شده است و ما باید در تکیه به سنت‌های نیاگان خود هم قدم زمان معاصر باشیم. جهت توفیق یافتن به طلبات زمان، ارزش‌های بزرگ گومانیستی دین اسلام را به منفعت پیشرفت و انکشاف کشورهای اسلامی استفاده نماییم. زیرا در آغاز قرن 21 مردم مسلمان که شمارش در جهان به 1,300,000,000 نفر رسیده است، در مرحله حساس و عملاً سرنوشت سازی حیات خود قرار دارد و اکثر کشورهای مسلمانی امروز در جهان همچون دولت‌های رو به انکشاف ارزیابی می‌گردند. متاسفانه حالا در افکار جامعه جهانی عقیده بر غلط تلقین کرده می شود که گویا سرچشمه عقب ماندگی و قشاقی مسلمانان
دینی مبین اسلام می باشد. ولی افراد آگاه و صاحب نظری جهان خوب می دانند که این گمان کاملا باطل است. باید تأکید نمود که بعد از ظهور اسلام مسلمانان در مدت خیلی کوتاه به قدرت بزرگترین و نیرومندترین جهان تبدیل یافتند و تقریباً 300 سال سرنوشت منطقه های پیشرفته و دورنمای آینده جهان را معین کردند و من بعد نیز یکی از نیروهای با نفوذ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی جهان بودند. کشورهای اسلامی در مدت تاریخ طولانی واقعاً وسیله مهمترین تأمین روابط بین منطقوی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، فرهنگی بودند و در تشکل تاریخی جهانی تام و نظام روابط بین المللی نقش مؤثر داشتند. گذشته از همه مسلمانان تمدنی بزرگ و پیشرفته را ایجاد نمودند که در اصل خود به یک پدیده بی‌نظیر و بی سابقه تبدیل یافت. زیرا در تمدن اسلامی فرهنگ اجتماعی همکاری، همبستگی و دوستی تشکل یافته به سطح بلند رسیده بود. از برکت آن نه فقط مسلمانان در فضای وحدت و سازندگی زندگی می کردند، بلکه پیروان آیین یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بوداییان اصالت تاریخی، هویت مذهبی و ملی و قومی خود را حفظ کرده فعالیت گسترده اجتماعی داشتند. زیرا فرهنگ اسلامی ماهیتاً و خصلتاً انسان دوستانه و انسان گرایانه است. معیاری واضح و واقعاً ارزشمند تمدن اسلامی روح ایجاد شاهکاری‌های معنوی، فرهنگی، علمی، اخلاقی و اجتماعی بود. محض در پرتو این روح مبارک ده‌ها نابغه‌ها و بزرگان چون خورشید درخشان طلوع نمودند. به شرافت قابلیت و قدرت پذیرش تمدن‌های دیگر، آثار بزرگ علمی، فلسفی، طبی، ریاضی، طبیعی و فرهنگی انتیقی همراه با دستاوردهای بزرگ خود این تمدن دسترس جهانیان شد. به اندیشه من عامل اساسی این جهش تاریخی در پیروی از روح ایجادگرانه و اصول و ارزش‌های عالی اسلام، حفظ ناگسستگی تاریخی و فرهنگی، ریشه‌دار نمودن وحدت، همبستگی، همکاری و سازندگی بود. واقعیت دیگری نامطلوب جهانی معاصر الحال به تروریسم، اکستریمیسم و منبع خشونت و زوراوری نسبت دادن اسلام و برای تمدن پیشرفته همچون خطر ارزیابی نمودن آن می باشد. بنابراین ضرورت مهمترین برای همه دولت‌های اسلامی مبارزه مشترک و متحدانه با پدیده‌های رادیکالی، اکستریمیستی و تروریستی می باشد. ما شاهد آنیم که بعضی سازمان‌ها و نهادها با نقاب اسلام فعالیت دارند و ظاهراً با دست مسلمانان ساخته شده اند، ولی خون مسلمانان بیگناه می ریزند. نظام سیاسی کشورهای اسلامی را بی‌ثبات و ضعیف می سازند. وسیله بدنام سازی اسلامند و اصلاً به اهداف دشمنان و بدخواهان اسلام کمک می نمایند. من کاملا معتقدم که
تیراریست در اصل خود ملت، مذهب و وطن ندارد و دشمنی خدا و بندگان اوست. از این لحاظ ما باید مشترکاً نقاب آنان را برافکنیم، اعمال خرابگرانه آنها را تحت کدام شعار و دعوت نباشد محکوم نماییم، سیمای پاک و مقدس اسلام را حفظ نماییم. در عین حال باید در نظر داشت که گسترش و رشد اصول و ارزش‌های دموکراتی از تمایلات واضح روز است. ما اعتقاد قوی داریم که سیرت اجتماعی و فرهنگی مردمان ما و تمدن اسلامی با دموکراسی و سطح امروزی سازماندهی جامعه سازگار است. ولی امر نهایت ضروری است که تطبیق اصول، ارزش‌ها و نهادهای دموکراتی سنجیده و مسئولانه با نظرداشت خصوصیت‌های فرهنگی و ملی، عنعنه و ارزش‌های معنوی ما، سطح رشد و تقاضاهای جامعه صورت گیرد. در عکس حال بی‌ثباتی و حتی بحران سیاسی ناگزیر است. در این مورد می‌خواهم یک سنت وطن پرورانه زیاییان گذشته را یادرس نمایم. تاریخ گواه است که شناخته ترین عالمان و متفکران، اهل ادب و علمای دین ما در مرحله های تقدیرساز و پرفاجعه حیات ملتمان از یک گریبان سر برآورده آیین‌های دولتداری، ارزش‌های ملی، فرهنگ و ادبیات، زبان مادری و رسم و تعامل نیاگان را پشتیبانی کردند. شاید از همین سبب ارزش‌های ملی، زبان شیوای مادری و علم و فرهنگی ما بی‌گزند و شهرتمند تا به امروز رسیده است. می سزد که برای بلند برداشتن پرچم افتخار ملی و حفظ میراث نیاگان در مقابل اجنبیان و بیگانه پرستان با ابرمردان علم و ادب و علمای پیشاهنگی دینمان حمد و ثنا بخوانیم. من این نکته را محض برای آن اشاره کردم که وقتهای آخر از طریق وسایط اخبار عموم بین روشنفکران و بعض علمای دین بحث و مناظره های تیز و تند وسعت می یابد. شاید این پدیده امری طبیعی باشد، ولی در همه حالت خوب می بود که ما به حسیات داده نشده منفعت دولتداری و ارزش‌های ملی خیش را چون نیاگان خردمند ارج گذاریم و پایمال و داغدار نکنیم. ما الکه یک مراتبه میوه تلخی به نوبت نگرفتن خصوصیت‌های خاصی جامعه تاجیکستان و تندگرایی و زیاده‌روی پیشوایان دین خود را چشیدیم و با چشمی سر دیدیم که مقاومت مسلحانه و انسان ستیزی چه خطرهای مدهش و فاجعه های ناگوار را پدید می آورد. دین مبین اسلام اصلاً یک سرچشمه پاکیزه معنوی، روحانی و اخلاقی بوده، ذاتاً افراطگرایی، تندروی و انسان ستیزی و تخریبکاری را نمی پذیرد. گذشته از این ما باید فراموش نکنیم که تاجیکستان صاحب استقلال در طول 70 سال در هیئت اتحاد شوروی قرار داشت و برخلاف کشورهای شرق اسلامی بسیار عنصرهای جامعه متمدن دیگر را نیز پذیرفت و از طرز زندگی پیشرفته دنیای معاصر بهره بر گردید. از این خاطر ملت صاحب تمدن و معرفت پروری تاجیک را ضرور است که وابسته به وضع ژئوپلیتیکی منطقه تلاش و برتری جویی کشورهای ابرقدرت
در فضای اعتماد و باوری و حسن تفاهم زندگی کنند، زیرکی سیاسی و هوشیاری معنوی را از دست ندهند، هویت و افتخار وطن دوستی، وحدت ملی را پشتیبانی نمایند و گرفتاری افراطگرایی و بیگانه پرستی و ایدئولوژی تحویل یافته کشورهای منفعتدار نگردند. راه پیش گرفته ما بدون زوراوری، بنیاد نمودن جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی با نظرداشت سنت و عنعنه‌های دولتداری ملی، ارزش‌گذاری و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی خلق تاجیک، از جمله پاس داشتن مقام و منزلت دین مبین اسلام می باشد که در مجموع حقوق و آزادی‌های کل شهروندان مملکت را تأمین نموده، زندگی آسایشته، مهنت آسوده حالانه، طرز حیات دنیوی، فعالیت اجتماعی و سیاسی دایره‌های وسیع مردم را پشتیبانی می نماید. تأمین امنیت و پیشگیری همه گونه خطرها، به خصوص تأمین امنیت ملی و حمایه منفعت‌های حیاتاً مهم خلق و دولت صاحب استقلال تاجیکان امروز به یکی از وظیفه‌های عمده عموم ملی و عموم دولتی تبدیل یافته است. ما باید به روندهایی که در مقیاس جهانی امروزه صورت می‌گیرند بهای مناسب داده، از راهی به طریق رأی‌دهی عمومی خلقی انتخاب نموده ساکنان مملکت بنیاد جامعه دموکراتی و دنیوی عدالت پرور پیش رویم و نگذاریم که دین صلح پرور، هدایتگری اخلاق حمیده و بشردوستانه اسلام باعث عملهای ننگین نیروهای تخریبکار تندرو و متعصب گردد. دولت صاحب استقلال تاجیکان حالا در مرحله استواری سازندگی و بنیادکاری، رشدی با نظام اقتصادیات و اجتماعیات، بلند برداشتنی سطح و صفت زندگی مردم، اصلاحات ساحه معارف و پیشبرد فرهنگ و معنویات، احیای هویت ملی و تاریخی خود، از جمله تکمیل نظام اداره کنی در تمام رکنهای حاکمیت دولتی و جستجوی راه درست و بی خطری ساختمان جامعه با عدالت شهروندی قرار دارد. معلوم است که هیچ جامعه بی زمینه سالم معنوی و مفکوروی با اهداف و آرمانهای والای سیاسی و اجتماعی، با رشد و تکامل استواری اقتصادی و دستاوردهای مادی و معنوی نائل شده نمی تواند. برای رسیدن به این اهداف والا، ملت باید قدرت سفربر کردن همه امکانات و ذخیره‌های معنوی و مادی خود را داشته باشد و برای این پیش از همه باید اصلاح و تجدید جدی در شعور ملی و معنوی خود گذراند که این اصلاحات از جمله شعور دینی را فرا گیرد. دین در تاریخ تمدن جهانی یکی از آن شاهستون‌های اساسی معنوی و مفکوروی اهل جامعه، نیروی توانا، مؤثر و تنظیم سازنده حیات صدها ملت و خلقیت‌ها به شمار می رود. از این رو با وجود خیلی پیچیده، مرکب و پر اختلاف بودن درک و تشخیص موقع و مقام دین از جانب جامعه شناسان و اهل علمای دینی و دنیوی، ما نمی توانیم
عامل دینی را در حیات امروزه و آینده جامعه نادیده گیریم، زیاده از این آن را ناچیز و بی اهمیت شماریم. زیرا اصلاح شعور ملی با اصلاح شعور دینی سخت وابسته است و این رکنها در روند تاریخ بعضاً با هم پیچیده و آمیزش یافتند. قبل از همه ما باید معین کنیم که زیر مفهوم تجدید یا اصلاح شعور دینی چی را در نظر داریم و چی را می فهمیم. نباید این مسئله را با اصطلاح ریفرماسیون اسلام که در بعضی تحقیقات غربیان به کار رفته است آمیخته کرد. یعنی اصلاح اسلام در نظر نیست، چون که اسلام صالح به هر زمان و هر مکان است. به اصلاح احتیاج ندارد، بلکه به اصلاح جامعه اسلامی و تعصب و تفکری مسلمانان نیاز دارد، نه اسلام. اما در مورد ضرورت داشتن یا نداشتن تجدید و اصلاح دین، به یکی از سرآمدان و پایه‌گذاران این حرکت در آخر عصر 19 احمدی دانش مراجعت می کنیم. این حکیمی روشنفکر ضرورت اصلاح و تجدید را برای مردم زمانش با مثال عادی می فهماند که آن چنان که مزرعه به چیدن علفهای بیگانه خشاوه کردن احتیاج دارد، شعور مسلمین نیز به اصلاح احتیاج دارد. هدف اصیل و مقدس اسلام تربیه و تکامل معنوی انسان، پرورش اخلاق پاک، فکر و عملی صالح، کار و کرداری ثواب، رفتار نیک و صحیح و سرشت پاک و کامل می باشد. انسان در آیین اسلام آفریده است که مقام و مرتبه بغایت بلندی را در میان همه آفریده های عالمی هستی و کل موجودات صاحب است. عقاید، احکام و اخلاق اسلام قبل از همه زندگی دنیوی و اخروی انسان را فرا گرفته، او را چون زیباترین و مکملترین آفریده هستی معرفی می کند و غریزه های مادی و معنوی بشر را چون دو قطب یک موجود می داند و از ابتدای پدید آیی خیش از علم و دانش، افکاری والا و گسترش آیین سالم و حمیده پشتیبانی می کند. خلاصه اصلاح شعور یا تفکر دینی به معنی اصلاح اسلام به زمانه موافق کردن آن نیست، بلکه اصلاح تفکر و شعور مسلمین از خرافات و تعصبات، آلایش و آمیزش ها و پاک کردن ذهن و عمل مسلمانان از بدعت های ضررناک می باشد. گذشته از این، تنظیم رسم و آیین های ملی و عنعنه و مراسم های دینی با زبان فهما و شیوا بیان کردن احکام اسلام و نهایت قیاس ادبیات غیر سرچشموی و بررسی آنها با سرچشمه های اساسی اسلام است. امروز قوه هایی هستند که بر اثر درست نشناختن اصالت ملی و دینی ما می‌خواهند هستی اساسی جامعه ما، نیروی فعال و ایجادکاری آن، مردم مسلمان را در خواب غفلت، در دام رسم و رسوم‌های نادرکار، شعوری کرخت و خرافاتی قرون وسطایی، روحیه استعماری نگاه دارند.
هدف نهایی این قوه ها آن است که دولت صاحب استقلال تاجیکان هیچگاه به استقلالیت واقعی، آزادی، رهایی از وابستگی ها از جمله رسم و آیین های نادرکار و گران ملی و عنعنه و مراسم های خرافاتی نائل نگردد و نهایت باز به زیر پرچم این یا آن قوه استعماری برگردد و نتیجه آن اشتباهاتی است که چند سال پیش استفاده سیاسی و زیاده روی از نام دین باعث به منفعت‌های گروهی و شخصی و هدف‌های غرضناک روانه کردن اعتقاد مسلمانان گردید. گذشته از این در پیشاروی ما سبق‌های تلخ جنگ 30 ساله افغانستان قرار دارد که بر اثر مداخله دولت‌های ابرقدرت جهانی، گرفتاری سیاست تفریق اندازی، افضلیت جویی، خرافات پرستی و تعصبات و افراطگرایی های نیروهای اسلامی و ملی گشته امکانی از این فاجعه خونین و تعصب دینی و ملی بیرون آمدن ندارد. در این راستا سخنرانی سروزیر سابق مالایزیا مهاتیر محمد در ملاقات دهم سازمان کنفرانس اسلامی به یادم می آید که سیاست تعصبگرایی و از رشد تمدن معاصر قفا ماندن جهان اسلام را بها داده گفته بود: مسلمانان اولین عالمان بزرگ را در ساحه ریاضیات، علمهای طبیعی، فیزیک، نجوم و غیره زادند که در برابر آموزش و تحقیق دین اسلامی خود در تمام بخش‌های علم و معرفت زمان از جمله بهترین ها بودند. در نتیجه مسلمانان توانستند که نه تنها پیش روند و ثروت‌های سرزمین خود نفع بردارند، بلکه توسط رابطه و تجارت بین المللی منفعت خلقهای خود را حمایه نمایند، راه زندگی را موافق تعلیمات اسلام فراهم سازند. در آن دوران عصر میانگی اروپایی ها هنوز غرق خرافات و عقیب ماندگی بودند، ولی مسلمانان صاحب فرهنگ در آن زمان تمدن اسلامی مورد احترامی را آفریدند که شخصیت‌های بزرگ آن چون عبدالرحمن سیوم، المنصور، صلاح الدین ایوبی و دیگران از سرزمین اسلام و امت دفاع می کردند. بعد از گسترش تمدن اسلامی مفسران اسلام آمدند که برای مسلمانان تحصیل علم را فقط در آموختن فقه اسلامی می دیدند و مردم را به آموزش علوم طبیعی، طب و غیره تشویق نمی کردند. سپس مسلمانان از جهت مفکوروی به عقیبمانی شروع نمودند و تمدن اسلامی رو به تنزل آورد. شنوندگان گرامی، شما گفتار 95 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.